سلام دوستان، به اولین حواشی روز با من خوش آمدید. عصبانیت مهراد از علی و استوری هایی که براش گذاشته. علی جان عزیزم، دوست نداشتم اصلا به این موضوع بپردازم، ولی شما اگه خیلی مردی داد میشه دایرکت پاک کردن کار مرد نیست عزیزم. میای مینویسی داداش عذر میخوام تو لایو قبلی راجبت زیاده روی کردم، لایو امشبو ببین حتما جبران میکنم. چرا؟ چون استوری کردم گفتم با شرف رای دادی خوشت اومد، سریع استوری کردی پسر گل. بعد اومدی استوری بعدیمو دیدی گفتم رابطتون از نظر من فیکه، شدم آدم بد. نظرت عوض شد، رفتی استوری تو پاک کردی، به زهر جانم که منو استوری کرده بود گفتی پاک کن. بعد اومدی تو لایو به من میزنی میگی اسکل. برادر من اگه اسکلم چرا زنگ میزدی به من داداش؟ دوست دارم تو ویدیوم باشی، کاش استانبول بودی. چرا ریپلای میزنی خوش تیپ و این داستانا؟ علی جان جلو دوربین یه چیزی برادر، پشت دوربین یه چیز دیگه نکن، زشته برات. بعد مهراد اومده یه سری استوری گذاشته در رابطه با ثابت کردن حرفاش در مورد علی. عشق من نیستون، دوست داشتم باشی. حالا دوباره که من مقدور نبود بیام، وگرنه اونجا می‌خواستم موزیک ویدیو رو بزنم، ولی داریم سعی می‌کنیم که استانبول درش بیاریم. علی داداش اوکیه، ببین من مشکلی ندارم، تو قراره بیای منو نقد کنی، من قراره بیام تو رو نقد کنم، تا زمانی که فحاشی نباشه من هیچ مشکلی ندارم با من. دیگه همشو دارم، منم آدمی نبودم که همین رفتارم صد درست بشه. منم اشکال داشتم، منم اشتباه کردم، مثلا مشکلی نیست. من میام مثلا راجع تو یا رابطت نظر میدم، میام مثلا اینجا اوکیه، تا زمانی که فحاشی نباشه برادر من هیچ مشکلی نداره. ما اصلا رفتیم که نقد بکنیم، من بشین بعد جنبه اینو داشته باشیم و حرفو بزنیم. تو مثلا بیا آقا اونجا بعد رفتاری کردی داد زدی، اوکی مشکلی نیست. این که مثلا به ناحق ببین ناعدالتی بود دیگه، ناعدالتی همش ناعدالتی بود. من حرمت نونمتو دارم، به همه بچه‌ها گفتم، ولی اگه قرار حرف زده شه باید حق گفته شه. آقا تموم شد رفت. کاری رأیی که تو و زهرا دادین اصلا کاری ندارم، چه با سیاست چه بی سیاست، رأیی بود که از روی عدالت و انصاف بود. من نمیگم مثلا من شاید کاپل میشدم، نه، ولی زمان حزم من نبود، 100 باید سیاوش حل میشد. سیاوش من رفیقم، تو میدونی من با هیچ بنی بشری مشکل ندارم، حتی با بهاری هم که مشکل داشتم ازش عذرخواهی کردم، یا مثلا از نگارم عذرخواهی کردم، ولی چیزی که حقه باید گفته شه. مشکل نداره میتونی نقد کنی توی چیز، توی لایو، توی یوتیوب، مثلا من موضوع مشکل ندارم. تو اصلا میتونی بگی من با مهراد حال نمیکنم، خب به هر دلیل من میتونم بیام بگم مثلا من با علی حال نمیکنم، ولی این دلیل نمیشه که به هم فحاشی کنی. تا زمانی که فحاشی نباشه. من نمیدونم این ویو چیه که شما همه چیتون رو حاضرید بدیم براش. حرف حق براتون سنگینه؟ اونجایی که به نفعتون حرف میزنیم دوستی ما ایوالله داریم، اونجایی که ازتون نقد میکنیم میگیم اینجا کارتون اشتباه بوده میشیم آدم بد؟ یا دوست دیگه‌مون که ما رو از همه جا بلاک کرده تا دیروز میگفت مهراد تو خیلی فهمیده ای و فلان و هزار تعریف، تا به رابطه‌شو نقد کردیم آدم بده شدیم یه شبه؟ حیف، به خدا حیف که من حرمت نون و نمک حالیم میشه، نمیخوام حرف بزنم. این ویدیو به پایان رسید، امیدوارم دوست داشته باشید. سابسکرایب کنید، کامنت بذارید، زنگوله رو فعال کنید، خلاصه کلی حمایت کنید. تا ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.